Ausbildung چه سر شد؟ این اویلا مرا پسند ندید ولی من همون وقت خطا کردم. این جای بگونه، زبانی بگونه، یک بار در درون یک بانک. راستی گپ همکارای منم بسیار هوس میکنم میگن که تاجیکایی که ما شناس شدیم و خیلی خوب هستند، خیلی خاراکتری خوب دارن، بسیار یاردم میدهند و دلی صاف دارن میگویم. سر اول کمتر دشوار میشود در دولت بیگانه آدم تاقه است، تنها است. السلام علیکم همه تماشابینان عزیز، خوش آمدین همتون به کانال ما دیلو چنل. امروز ما داریم یکمین پادکاستی خودمون درباره زندگی آلمان، درباره Ausbildung، خواندن و زندگی بگیم مهاجرت در آلمان. مهمانی ما هستند عزیزه وسیدова. سلام. یکی از نفرایی که اومده زبان در یک مدت کوتاه بسیار هم به یک اروینی بلند خواند، یاد گرفت و از یکی از بانک‌های مشهور آلمان بگیم Sparkasse Ausbildung چون میکنن. خوش آمدید به برنامه. رحمت، من خیلی خرسند هستم که تجربه خود را در اینجا به شما نقل کرده میتوانم. برای همین سر میکنیم. یکم سوالی که همه بسیار دوام میپرسند، همه بگیم تای هر یک ویدیو داشته، برای چی آلمان؟ برای چی دولت دیگه نه؟ برای چی آلمان انتخاب کردید؟ من وقتی که در دانشگاه بودم، من سر اول در دانشگاه آموزگاری دوشنبه میخوندم و در اونجا خیلی بسیار خواهش داشتم که دولت دیگر روم و در آنجا خونم بینم که چی طور طرز خواندن در اونجا میگذرد، چی قانونا دارند و زندگی آدمانی که در کشورهای دیگر زندگی میکنند چی طور میگذرد. و در همان وقت من از یک دوگانه فهمیدم که امکانیت هست که برای گرمانیا روی و در آنجا با پروگرام اوپر در یک اویله نمی زندگی کنی و اویله تو رو پدرشکا میکند که تو زبان نمیسی رو یاد بگیری. بعد از همین یک سال اوپری تو میتوانستی در یک خواندن رو در گرمانیا سر کنی. و من به خود قرار گرفتم که من هم همین راه را میروم. دکومنتامم را تیار کردم و در مدت کوتاه ویزام را گرفتم و آمدید اینجا خونده کار کردید. خیلی بود وقتی که یکم بار بگیم در دولتی بیگانه میای، یک آلمان باز بگیم یک دولت پیشرفته، وقتی که میای چی حسیات های مقصد چی خیلی تصویر میکنی همون روزی یکمی که آمده بودی؟ یکمین روزم یکم حسیاتی که من داشتم حسیات تنهایی بود، چون که من به یک دولت بیگانه آمدم که پدر و مادرم نبودن، شناسهایم نبودن، دوگانه ها نداشتم. یکم حسیاتی من حسیات تنهایی بود، ولی من میدانستم که این قراری من بود به یک دولت بیگانه رفتن و در آنجا آموختن. و من سر کردم. اول یکم اویله مرا پیشواز گرفتند و بر خانهشان بردند و من در همانجا دیدم که نمیس‌ها از نظر یکم خیلی سرد میتوان و ها رنگ آدمای ما برین مهمان دوست نیستن. یکم وقتی که تو تاجیکستان یگان آدم دیگر را میبینی، یکم کار میکنی میخندی، آدم را پیشواز میگیری، ولی در نمیس‌ها خیلی نیست است. و یکم احساساتی من همه خیلی بود که من در یک دولت بیگانه هستم که این اویله مرا پسند ندید ولی من همون وقت خطا کردم. این اویله مرا خیلی دوست می داشتند، خیلی دستگیری میکردند، ولی این که این یکم حسیاتی که من داشتم این خطا بود، چون که نمیس‌ها از طبیعت همین خیلی هستند و خیلی یکم حسیاتی من هم خیلی بود. بعد از آن من فهمیدم که در گرمانیا هم به وقت و ساعت کار میکنند، وقت و ساعت دیگر نفر رو خیلی احترام میکنند. مثلا قطارها و پایست ها یا که اتوبوس ها به وقت و ساعت معین راه میگردند و یا که آدم وقتی که کار میرود وقت و ساعت معینی کاری دارند. نمیس‌ها خیلی بسیار کار میکنند، لیکن و ها وقتی استراحت را هم خیلی احترام میکنند. وقتی که از کار می آمدن وقت برای اویله و وقت برای استراحت بود. Ausbildung چه سر شد؟ من اوپر 8 ماه کردم. اصلش باید 1 سال میکردم، ولی من فهمیدم که من میخواهم تستر سر کنم چون که این مقصدی من بود برای گرمانیا آمدن و خوندن رو سر کردن. و من ساحه
فینانس سوهای بانک رو خیلی دوست می داشتم و در دوشنبه هم یک پرکتیکا کرده بودم و در بانک الف پرکتیکا گذاشته بودم. برای همین اوج این سوها رو می دانستم و خواستم که در اینجا هم در سوهای بانک یک جای خوندن روم و به خود قرار گرفتم که من در اینجا Ausbildung سر می کنم، چون که از حساب Ausbildung من می توانستم یک وقت هم خونم هم پرکتیکا کنم، چون که من در بانک کار میکردم و چیزهای خوندگیم را میتوانستم در بانک استفاده برم و من بسیار Bewerbungsbrief یعنی که تو درباره خودت اینفورماسیون میدی برای کارکنان بانک. من بسیار هم خیلی اینفورماسیون را جمع کردم و حجتهای خود را روان کردم. در طول 2 هفته بعد از 2 هفته به من جواب آمد و من باید که یک تستی گزارش برای خوندن میسپاریدم. این آنلاین گذاشت. من تست را گذاشتم. بعد برای من یک دعوتنامه آمد که من میرفتم و باید از پیش خطی ادام کارکنانی بانک باید گپ میزدم، یعنی собеседование میگذاشتم. شناسایی اول برای که در بانک شپارکاسا کار کنیم، مقصد شپارکاسا یک بانکیه که بگیم کلونه در همه جا فیلیال دارد. آسان هم نیست خوندن، آسان هم نیست کار کردن. وقتی در اومدن در اگزامین سپردی، تست سپردی، چی سوالات دادن در اوجا، چی طلبات ها داشت؟ سوال‌ها از سوهای گوناگون بودند. اولین او می‌خواستند دانند که سطح دانش زبانی نمیسی چقدر است. برای همین سوال‌های گراماتیکی دادند. بعد سوال‌ها از متماتیکا دادند. و می‌خواستند که بدونی که آدم چی طور پروسنت حساب کرده می‌تواند، جمع، حساب، تقسیم، همه چیزا که ما در مکتب گذاشتگیم همه ها رو دادند. بعد سوال‌های پسیکولوژی خیلی زیاد داده بودند و عیناً سوال‌هایی که در سوهای بانک یا سوهای فینانس بود خیلی سوالات نبودن. او پروسته می‌خواستند بدانند که تو چی نمود آدمی، چی نمود پسیکولوژی داری، شخصیتی چی طور داری. برای همین سوال‌ها رو گذاشتم و سوال‌های لوگیک بسیار داشتن. سوال‌هایی که فکر کنی که کجا چی فهمو و با این تست به یک وقتی معین بود، یعنی من 30 minút وقت داشتم و در بین همین 30 minút باید که همون 10 تست رو باید میگذاشتم. اگر در مدت 30 minút همین تست رو کردن نتوانی، بعد از تست نمیگذاشتی. وقتی که برای بانک در سر کردن زباندونی چند خوب باید در کار باشه؟ چه زبان باید؟ زباندونی باید مینیمم به 2 باشد. مینیمم به 2 باشد. بعد زبان چه یاد گرفتی دقیقا بگم که 8 ماه دا یک یا که ادو با بدر آمدن یا که با S1 C1 آمدن یک پروگرسی کلانه چه شد همش؟ سر اول وقتی که من در خانه اویلام زندگی میکردم، در پروگرام اوپر همین خیال است که اویلا باید تو رو با یک کورس نمیسی روان کند که تو در اونجا زبان نمیسیت رو در زبان نمیسی پیشروی کنی و زبان نمیسی رو یاد گیری. همین طور در اویلای من هم بود. مرا با یک کورس زبان نمیسی روان کردن و من در آنجا 1.5 ماه رفتم و برای خود قرار گرفتم که من در آنجا فقط وقتی خود رو گم میکنم، چون که در آنجا بسیار آدمانی بودند که سطح دانش زبان نمیسیشون هر گونه بود و برای هر یک نفر معلم وقتی معین جدا میکرد. من در آنجا وقت‌های بودن که من میشیشتم، یگان کار نداشتم و من فکر کردم که من همش را در خانه خودم یاد میگیرم. برای همین من بسیار کتاب‌های نمیسی خریدم، در خانه میخوندم، کلمه‌هایی که نمیدونستم ترجمه میکردم و بسیار تلویزیون تماشا میکردم. و در عائله من کانال نتفلیکس هم داشتن و در اونجا من بسیار کینوها رو تنها در زبان نمیسی تماشا میکردم و کلمه‌هایی که نمیفهمیدم پریواد میکردم. و چگونه که همه ما میدونیم در عائله نمیسیمون باید یک کودک رو نگاه کنیم، قطعی و بازی کنیم و او کودک تنها زبان نمیسی را میداشت و برای آنه که من هر روز 6 ساعت قطعی و کودک وقت میگذراندم، من مجبور بودم که فقط زبان نمیسی گپ زنم، سخن رانم و از همین سبب زبان نمیسی رو خیلی خوب یاد گرفتم. و مقصدی من این بود که من سر اول میدونستم که من در سوهای بانک Ausbildung میخواهم سر کنم. برای همین من خیلی بسیار حرکت کردم که زبان نمیسی من خیلی پیش رود، خیلی خوب سخن رانده توانم. برای همین بسیار کتاب خوندم.
این برای من یاد معنی که این گفتنی که در وقتی که زبان یک کسی یاد گرفتن میخوام باید که بسیار تماشا کند، بسیار گوش کند، کتاب بسیار خواند و بسیار سخن راند. بسیار بگیم خیلی پرکتیک کند. پرکتیک یک سبب دیگر برای من هم شد که من بسیار دوستانی نمیس یافتم. برای همین هم بسیار کسی او رفت و آمد میکرده، ما بیرون میبرامدیم پراگولکا و در همین جا من یاد گرفتم که نمیسا چگونه وقتی که او پراگولکا میروند و چگونه سخن میرانند و نه وقتی که او یگان دانشکده میروند یا یگان مگزین میروند چگونه سخن میرانند. واسطه با اون باز تستر یاد میگیری. با همین خاطر دفعه که در گرمانیا هستین لکای بگم برنامه اومدگین کوشش کنین که قطعی نمیسا بیشتر گپ زنین، کوشش کنین که همون کلمه‌ای که میدونین بیشتر استفاده بارین که شما تستر همون اوروین همون سطحی را دریا کنین برسین که آزاد با همین زبان گپ زده تونین. خیلی زباندانی جهاندانی میگم با اون خاطر هم وقت یک زبان دانستن خوبه. راست. مسئله درس ها چه خیلی میگذره؟ درس ها در دانشگاه، درس ها در وقتی که ausbildung چه خیلی شما میریم؟ مثال بلاک شوله دارین؟ ما بلاک شوله داریم. این معنی آن را دارد که ما 3 ماه فقط میرویم درس میخوانیم و بعد از 3 ماه ما 3 یا 4 ماه میرویم در بانک کار میکنیم. یعنی که 3 ماه تئوری میشود در مکتب و 3 ماه دیگه پرکتیکا میشود. در مکتب ما فنهای بسیار میگذاریم به مثال ماتماتیکا، پسیخولوژی آدم، فینانسی، بانکینگ و مسئله اکسیا ها رو به ما یاد میدهند. همه آن ساحه‌هایی که ما در وقتی پرکتیکا در بانک باید یاد گیریم همش رو در تئوری یاد میگیریم. وقتی که بعد پرکتیکا سر میشود، وقتی که نو سر کرده بودی سال یکم یا که هفته یکمی کوری چه خیلی بد مقصد جای بگونه، زبانی بگونه، یکی عبارت درون یک بانک و فکر کنم یک تاجیک دامده، یگان نفر دیگه نیست. یگان در گروپ ما 24 نفر بودیم و در بین همین 24 نفر یک تا من گفته که از دیگر کشور بودم، دیگر همه آنها نمیس بودن و برای همین من اول ترس داشتم، فکر میکردم که او مرا قبول نمیکنن چون که همشون نمیس هستن و همشون در یک سن و سال هستن و فکر میکردم که او مرا قبول نمیکنن. لیکن من در همین جا هم خطا کردم. من اومدم تیز دوستها را یافتم و در هفته یکم ما را به هر یک فیلیال ها جدا کردن و من باید یک نفر به یک فیلیال دیگر میرفتم. در اونجا همکارای ما مرا خیلی خوب پیشواز گرفتن، به من همه چیز رو با صبر نشان دادن، گفتن که من چیکار باید کنم. در یکم هفته کاری من باید فقط در بانک ما یک جای شلتر گفته که جا دارد، وقت آدما میتوانند پیش همون روند وقتی که یکم پرابلم دارن. یکم آدمایی که همون پرابلم رو حل کرده میتونه یا که آدم رو گوش کرده میتونن در همون شلت حل میشود و ما در سر ausbildung باید همون چیز رو یاد گیریم. در اونجا ما یاد میگیریم که چی طور ما آنلاین بانکینگ رو با آدمان یاد دادن نشان دادن میتوانیم یا که چی طور ما شاد کشاده میتوانیم در بانک. فهمو. شلت یعنی که قبولگاه بگیم. قبولگاه برای آدمایی که نمیسی دو قدر چی نیستن. ما کوشش میکنیم که با زبان عادی گپ بزنیم. مقصد ما یگان کانال تلویزیونی یگان تیوی کانال چی نیستیم که همه را با زبان ادبی. بعد ما کوشش میکنیم که با زبان خودمون با زبانی که شما بیشتر فهموای گپ بزنیم. برای خاطر اهمیت ندیم بعضی وقت گپایی که روسی در بین میآیند مقصد یه چیز هستن که شما میفهمید ما میفهمیم که چی گپه. مهم که ما چی اینفورماسیون شما داده میتونیم. فهمو و یعنی که یک چند قای اول در چی بودی در قبولگاه کار کردی، قطعی میزاجان بگیم سر و کار داشتی، بعد بود با شعبه‌های دیگه هم میگذری، کارهای دیگر هم میکنی؟ در بین همین ausbildung من 2.5 سال میگذرد. در بین همین 2.5 سال تو باید با 5 فیلیال بانک رو روی در همونجا کار کنی. در هر یک فیلیال در مدت 2 تا 3 ماه باید در اونجا کار کنی و با تو میتوانی در هر یک فیلیال ها Abteilung ادیلینیا ها شعبه های نپریمر کردیتی هست، شعبه های انداز هست، شعبه های مثلا وقتی که شاد میکشایند ما حتی بر همونجا در مدت 2-3 هفته میروی و در اونجا باید یاد بگیری و یک
بعد از هر یک شعبه یا بعد از هر یک فیلیال ما باید که امتحان میسپردیم چون که او میخواستن که دانند که ما می شعبه را خوب یاد گرفتیم یا که نه. وقتی که 2.5 سال میگذرد من بعد از 5 ماه اگزمین دارم و خواندن را بود میکنم. بعد از 2.5 سال ما میتوانیم گوییم که در کدام شعبه به ما بسیارتر پسند آمد و در کدام شعبه ما میخواهیم که کار کنیم. این معنی را داره که بعد از اینکه Ausbildung تمام میشه بانک ها به شما امکانیت میدن که همونجا در مثال شهرنامه کاری استفاده کار کرده مقصد باز برای آینده خواندن چی کردن دستگیری میکنن. مثال این شرطنامه را ما 5 یا 6 ماه پیش از به انجام رسیدن Ausbildung уже میگیریم. مثال من уже همین شرطنامه را گرفتم که بعد از Ausbildung من میتوانم به یگان مدتی معین، یعنی این معنا دارد که یگان وقتی معین نیست از من میتوانم چند قیقی که خواهم در همون بانک کار کنم و شرطنامه کاری میگیرم و از این حساب میتوانم که ویزای خود رو دراز کنیم. چی اون برای نفرایی که نمی‌سیدن اون بفرستید فترک واسط نداره کنسوف نداره چند قیقی میفرد هم قدر کار میکنی. نه بهترینی بگم که در بین 24 تا نمیس یک تا توجیک خواندن در جای کارم بگم بسیارم قین بسیارم مشکل است. برای ما هم یک فخره که مثال در ما هستن که ایمو میآیند مردم خدمانند مثال در جای خوب Ausbildung میکنند در ساحه خوب و بگم یک طرف پوزیتیو نی ما را بسیارتر نشان میدن کلتور را بسیارتر چی میکنین؟ راستی گپ همکارای منم بسیار هوس میکنم میگن که آدمانی که از طرفای شما میبیان تاجیکایی که ما شناس شدیم و خیلی خوب هستند، خیلی خاراکتری خوب دارن و فقط میخندن بسیار یاردم میدهند و دلی صاف دارن میگویند. ایرانه که ها ایران راست دیگه ما هم چند بار در جای کار در مکتب هم خیلی شنیده بودم که مقصد میگن که بچه‌ها که از تاجیکستان میان بچه‌ها دخترایی که از تاجیکستان هستن میگه شما یک تربیت خوب یافتگین در دولتتان شما چه تربیت میکنن که مقصد خیلی این چیز ای طبیعت ماده است قطعا تعریف کنیم این چیز در طبیعت هم خیلی خونده که مثلا ما مهمون نواز مردمی هستیم که به هیچ یک کسی یاردم میکنیم به هیچ چیز چیزا میبریم میتیم با دیگران این چیز برای نمیسا برای دولت اروپا و چیه برای یک چیزی که خیلی امکان است چیزی که واو تو هم خیلی چیز تا برآورده کسته میتی یا که تو برای چی آدم نمیشناسی رفته یاردمش میکنی یا بیشتر چی هستند بگیم مردمی محکم که توقع شناسای خودشون قطعی توقع همو یک کروگی مایده که خودشون دارن همو قطعی سرکار میگیرن و گپ میزنن. برای همینم آدمی که گرمانیا میبوید و یک کار رو سر میکند و یک مقصد و پیش خود میماند باید داند که فقط باید حرکت کنی و طرفهای خوبی خود رو حرکت کنی که نشانتی و نمیسی هم خیلی هستن که چطوری که تو گفتی و خیلی محکم هستن به هر یک کس یاردم نمیدهن و برای همین تو باید حرکت کنی و نشان دهی که تو برای همین چیز لایق هستی تو برای همین چیز یاردمی و لایق هستی باید بسیار حرکت کنی و یک روز نمیسی هم همین قدری تو رو میفهمن و بسیار یاری میدهن. نمیسای خوب هم هستن مردمی خیلی در همه جا میگن همه جا خوب و گنده خودش داره. اگر وقت قفا گرونده میشید اگر خودت در 3 سال پیش وام خوردی پیش که آلمان بیای چی توصیه میدادی چی مصلحت هایی بود که میگفتی که اول همین نکن یا که به همین چیزا تیار باش که وقتی که تو میره دولت بیگونه همین چیزا با سایت میاد که همین مشکلات برای سایت میاد. اولین چیزی که من توصیه دادم میتوانستم این میشود زبان رو آموختن چون که زبان کلیدی همه چیز است چون که وقتی که گرمانیا میبینی پیشپا نخوری و فکرانی خود رو گفته توانی و دوم چیز میشود که من نباید که از تنهایی بترسم چون که سر اول کمتر دشوار میشود در دولت بیگانه آدم توقع است تنها است ولی با وقت آدم بسیار دوست‌ها رو می‌یابد و سوم چیزی که من توصیه می‌دهم این است که در گرمانیا بسیار امکانیت‌ها زیاد هستند و آنها رو باید استفاده برد. تشکر زیاد که توی وقت قطعی ما بودین برنامه رو تا آخرش تماشا کردین. اگر شما هم خیلی فرمت ویدیو معقول باشه شما میتونید در کامنتر یگان پلاس بونین یا یگان چی نویسین که ما بدونیم که شما در خیلی فرمت اینترست و با بسیارتر قصه‌های اینترسنی چیزایی با بگیم که مهمتر یافته برای شما ویدیو کردن نشان میتیم. این البته برای ما فخره که بگیم
شاید مردم خدمات توجیکای خدمات دخترای توجیک خدمات اومده خیلی پیشروی میکنند میخونند و در آینده رفته بگیم وطن خدمانی آباد میکنند در آینده یک دیگر خدمات دستگیری کرده و پیشروی بسیارتر میکنیم. و می ویدیو ما تمام میشه. به روزه تا خداحافظ تا ویدیوی آینده.